به نام خدا با سلام، ارسنجانی هستم. در خدمت شما هستم با آموزش نحوه کارکرد محاسبه دور یا بربلندی در هر نقطه از قوس کلوتوئید. خب من از مقدمه شروع کنم. اول دور چیه؟ دور میشه شیب ارزی بربلندی توی جاده که وقتی داره ماشین حرکت میکنه، وقتی میرسیم به قوس ها، برای جلوگیری از نیروی گریز از مرکز، برای که ماشین از قوس خارج نشه، یک شیبی به جاده میدن که به اون شیب میگن دور. توی این عکس ببینیم این شکلی. این شیب قبلش یه عکس دیگه نگاه کنیم بهتره. قبلش یه عکس دیگه ببینیم. اینجا میبینید اینجوری شیب میدن که ماشین خارج نشه از جاده. و اینجا هم میبینید شیب ارزی، این مثلثه، میبینید این مثلثه مقداری که به جاده شیب دادن که ماشین خارج نشه. خب جاده در حالت معمول شیب نرمال داره برای هدایت آب به خارج از جاده. دو نمونه داریم، مثلا سه نمونه. یکی که آب بارون مثل حالت گرد ماهی است، آب بارون میریزه مثلا وسط جاده، نصفش سمت چپ میره و نصفش سمت راست. اینجا هر دو منفی هستند. حالا نرمال مثلا منفی 2% هستن. هر دو سمت شیب نرمال جاده تو مسیرهای مستقیم منفی 2% هستن. بعد توی کلوتوئید ملایم آروم شیب عوض میشه. اینجا میشه ماکسیموم. این مثلث رو میبینی همه شده 1 سمت، مثل اینجا که ماشین رو میبینید همه شده 1 سمت. اگر نگاه کنید این قسمتی که منفی بوده یواش میاد بالا، اینجا میشه 0، بعد اینجا نوشته لول یعنی تراز 0 میشه، بعد اینجا با اون امتداد اون یکی میشه، بعد اینجا نوشته دایره. تو کل مسیر دایره میرسیم به شیب ماکسیموم، شیب بیشینه، و ادامه پیدا میکنه تا آخر دایره. توی کلوتوئید خروجی که رسیدیم یواش شیب برمیگرده به حالت اولش. پس اینم این توضیح. حالا بریم اونم اکثرا بهتر ببینیم. این عکس هم میگه که از شیب معمولی به شیب 0 میاد این قسمتش، و از شیب 0 میاد به ماکسیموم، بعد دایره رو با ماکسیموم طی میکنه و بعد توی کلوتوئید خروجی برمیگرده، اون آخر میشه نرمال، حالت نرمال میشه. اینم این عکس میگه. خب ما عملا یه کاری اجرایی، یه کار توی پلن رو ببینیم و اجراش کنیم. این یه پلن هست که اینجا مسیر مستقیم است، اینجا وارد کلوتوئید شده، این کیلومتر 0.93. حالا من نگاه پروفیل طولی کردم دیدم 24 هست و توی مقاطع عرضی هم 24 هست. این پلن ورژنش با ورژن پروفیل طولی یکی نیست از شانس ما، یه چند سانت فرق، 1 سانت 7 میل فرق داره به نظر. خب این هم کلوتوئید است که طول 70 متر طی شده، بعد اومده توی قسمت دایره میشه دور ماکسیموم و دوباره دور ماکسیموم یواش تغییر میکنه. اینجا نرمال میده تحویل. حالا این جاده نرمال مشیبش یک طرفه است. خب همه به 1 سمت است. توی یکی از مقاطع ارزی اینو میتونم نشون بدم که منظور از 1 سمت چیه. اینجا توی کیلومتر 160 قسمت چپ مثبت 7، قسمت راست منفی 7 هستش. خب بریم ببینیم توی پروفیل طولی همین موضوع رو. پروفیل طولی هم داره میگه که سمت چپ مثبت 2، سمت راست منفی 2 تو حالت نرمال هست، و اینجا که قوس شروع شده این قسمت کلوتوئید شیب رو ملایم سمت چپ رو میره مثبت 7 میکنه و سمت راست رو میاد منفی 7 میکنه. پس اینجا از مثبت 2 میره مثبت 7 با 5 درجه تغییر، و اینجا از منفی 2 میاد منفی 7 با 5 درجه تغییر. بعد توی حالت ماکسیموم مثبت 7 ادامه پیدا میکنه. اینجا توی کلوتوئید خروجی برش میگردونه رو حالت نرمالمون. ما بریم اینه که الان جلو دستمون هست رو اجرا کنیم که من اینجا نوشتم نرمال چپمون مثبت 2، نرمال راستمون منفی 2، دور بیشینه چپمون مثبت 7، دور بیشینه راست اونجا که توی دایره است منفی 7. بعد کلوتوئید این کیلومترمون هم 0.93 ممیز 24 بود که اینجا نوشتیم.
بعد طول کلوتویدمون هم 70 متر هست. حالا شاخه کلوتوید کدوم شاخه است؟ شاخه ورودی رو 1 میدیم، شاخه خروجی رو -1 میدیم که اینجا 1 داریم. بعد طول جزء رو میخوایم چند متر بهمون بده، زدیم 5 متر. حالا من اینجا بکنمش 10 متر مثلا. نگاه کنید اینجا ورودیمون حالت نرمال هست، همجور میره تا سر این کیلومتر نرمال هست و میره سر کیلومتر آخر میشه ماکسیموم. این میشه توی حالت کلوتوید ورودی. برای نمونه بریم یکیشو چک کنیم. کیلومتر 120 رو چک کنیم. 120 زده ممیز 0 39. بریم ببینیم. اینجا 120 ممیز 0 39. حالا هر کدومشو شما دارید میخواید ببینید بگید که بریم اونجا نگاه کنیم. 140 0 53 140 0 53. خب حالا خروجی رو دوباره مثلا توی ماکسیموم که دیگه 7% دیگه اصلا نیاز به محاسبه نداره، همجور 7 میره تا کیلومتر آخرش. بعد من میام خروجی رو اینجا رو میکنم -1 میشه خروجی. خب حالا باید کیلومتر بهش بدم. کیلومتر خروجیم رو اینجا نگاه میکنم توی پروفیل طولی. کیلومتر 372 و 82 372 ممیز 82. خب یک کیلومترش رو با هم چک کنیم. نگاه این میبینید از ماکس برامون داشت، اینجا دیگه شد ماکسیموم، آوردمون توی نرمال. کیلومتر 380 مثلا 65 هست، ببینیم بله اینا 380 ممیز 65 هستش. حالا یکی هم از اینجا دوباره پیدا کنیم. بریم 440 22 440 22. خب دوستان حالا اگر جاده ما گرده‌ماهی باشه، مثلا هر دو طرف نرمال، هر دو طرف منفی ممیز 02 باشه، اینجوری که الان من نوشتم، اینا میبینید توی حالت اینجا ورودی است، کلوتوید ورودی. حالا کاری کیلومتر نداریم، هرچی از خودتون بزنید. اینجا از -2 هر دو نرمال شروع میشه و اینجا میرسه به -7 -7 سمت چپ، -7 سمت راست. حالا اگر سمت چپمون مثبت باشه، اینجا -7% باشه و اینم -7% باشه توی ماکسیموم که حتما یکیش مثبت یکیش منفی. اینجا میبینید باز تغییر کرد. حالا اگر باز کلوتوید خروجی باشه -1 بدیم اینجا از ماکسیموم میارتمون دوباره به نرمال. خب امیدوارم که مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه. شما میتونید پک نقشه برداری راه و راه آهن از اول رو تهیه کنید. کافیه که یک پیامک به شماره که توی همین برنامه هست بدید، 0917 728 50 57. خیلی کامل توضیح دادم همه چیز رو در مورد راه و سیویل تریدی و اصلا وقتی اومدیم توی راه چه کار میکنیم. بدرود.